دیگه از صفات شیطان چی است که شیطان همیشه دوستای خود میترسانه. همین بسیاری کسا هست که والا جن آمد، که والا مرا زد، که والا در خانه ما تو کرد، که والا تو کرد. بیدین هستی، ایمانت ضعیف است، عقیدت درست نیست. این قرآن بخوان، الله متعال میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان چی عادت داره؟ اینمی شیطان است که دوستای خود، کسایی که در راهش روان است، یارا میترسانه. یک روز یک شیطان کتما بحث میکرد، میگه کلمه بخوان، نه ولا باز ابلیس قاروک است، آجل درم میده. ما گفتم خانه پر پلو لا اله الا الله که بخوانی، الله متعال بر دو ملائکه را بادیگارد میده که قطعت است که شیطان با سر تو غلبه کردن میتونه. حالا ما و شما یک ملائکه دست راست ماست، یکی ملائکه دست چپ ما. اردوی از این ملائکه چی میکنن؟ اعمال ما رو نشون میدن. یک ملائکه پیشری ماست، یک ملائکه ده پشت سر است. یا حفظت الکرام هستن یا کرامن کاتبین هستن. این دو تا چی هستن؟ حفظت الکرام. کرامن کاتبین اعمال نوشته میکنن. حفظت الکرام چی میکنن؟ از شیطان و از دسایس شیطانی و حملات از چی میکنن؟ برش میگه خدا نزدیک نکنیم. شیطان خشت در جان ما گرفت، یک وقت کلمه خوان. برش گفتم چرا کلمه خواندی؟ گفت من چیز را دیدم که شما نمیدیدین. گفتم خب بگو چی را دیدی؟ گفت همون لحظه که من میخواستم خودت قرآن میخوانی، من قرآن نخواندم. گفتم تو چی هستی؟ من قرآن خوانده میرم. نخوان که میذارم. گفتم برو من قرآن میخوام تو بزن. گفت اونجا ملائکه شش بود سر مسئله میکرد. گفت دستت دراز کنی وضعیتت خراب است. قرآن میخوانه تو که قرآن خوان چی میکنی؟ باور کن یک کسی خودش جن داشت همینجا بر ما قصه کرد. پس من نمیفهمیدم چی هست. منتها شیطان اول کامل مرا گفت اجازه میدی من دست خودت دست سرت بانم. گفتم نه تو چیکار هستی دست سرم بانی؟ روز که دست مردار ده مناظره میکنیم به دست. Don't touch me. وقتی که گپ میزد من خوانده میرفتم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. چون ما قدرت نداریم. قوت و قدرت از الله هست و در کلام الله هست. ما فهمیدم که سر ما حمله میکنه. گفت میزنم میکشم. گفت خلاص چند دقیقه میکشی؟ گفت 5 دقیقه بعد. گفتم خلاص قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي نخان. گفتم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد. سگه ما 7 دقیقه شد. گفتم من 7 دقیقه شد بکش نه. گفت تو قرآن میخونی؟ گفتم دیگه ما صلاح خدا داریم. مسلمان باید چی باشه؟ مسلح باشه. صلاح مسلمان چی است؟ کلام الله است. باید داشته باشی. از این خاطر شیطان رو چیز کنیم. این حال الله متعال چی میگه در سوره آل عمران آیت 175؟ انما ذالکم الشیطان یقینا که ای امو شیطان است که یخوف اولیاء. کی را میترسانه؟ دوستای خدا. در خانش نماز نیست، عبادت نیست، اذکار مسنونه را نمیخوانه. فهمیدی یعنی؟ سوره بقره در خانش خوانده نمیشه، تلاوت قرآن نیست، تمام روز خواندن است، فیلم است. خودش هم تمام روز در موبایل خود فیسبوکش چالان است. در فیسبوکش هم 200 دانه عکسای خراب و بی‌حیایی. یک دفعه ناقل دیوانه و خنده کرده میره، عکسای لچکی و گپای چیز. یک دفعه شیطان میاد چی میگه؟ یک روز استاد راسخ گفت یک شیطان گفت که من در جان فلانی نفر داخل شدم. چه قسم داخل شدی؟ گفت 15 روز به الله دعا کردم که یا الله اجازه بده که من داخل ازی شوم. فهمیدی یعنی؟ شیطان 15 روز دعا میکنه که من در وجود ازی شخص داخل شم. اگر تو دعا کنی دعای شیطان خنثی میشه. و الله عذر میکنه یا الله من اجازه بده، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله تو خالق مستی توی هستی. این حال اگری بنده با الله باشه و کلام الله با همراهش باشه، الله برش میگه که خدا شور داده نمیتونی. ملائکه الله برش میگه خدا شور بیتی تکت تکت میکنم. انما ذالکم الشیطان یقینا ای امو شیطان هست که یخوف و میترسانه کی را؟ اولیاءه دوستای خود را. فلا تخافوهم. ای مسلمان ها شما که عقیده درست دارین، ایمان درست دارین، الله را میشناسین، صفات الله را میشناسین، عظمت الله را میشناسین، جلال و بزرگی الله را میشناسین، فلا تخافوهم اصلا نترسین و خافونی. این نون زرنه علامت ازی است که اینجا یا حذف شده و خافونی اصلش است. یعنی الله میگه بترسید از ما این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمنای حقیقی هستید.
از این شیطان ها نترسین. نه تقدیر تو رو بدست از او هست، نه زندگی تو بدست از او هست، نه رزق تو بدست از او هست، نه صحت تو بدست از او هست، نه مرض تو بدست از او هست. چرا از او میترسی؟ علتش چی است؟ سعی کن چه خوب یک فرمول الله متعال میده، میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه.